آقای نجفی، من علی نژاد خبرنگار هستم. میخواستم اگر ممکنه با صدای خودتون بفرمایید که دیروز مهمونی احمدی نژاد با هنرمندا چطور بوده؟ یه مهمونی خصوصی راحت شفاف بوده. حرفایی زدن، درد دلایی کردن، ایشون هم قولایی دارن. شام هر سالم این کارو میکنن. خیلی خلاصه، خیلی خودمونه. میان یه شامی میخورن، حرفای درد دلایی میکنن. درد دلا بعضیاش خوبه، میخندیم، بعضیاش شوخیه، بعضیاش هم جدیه. ولی در همین حده، اصلا چیز خاص اونجوری نیست. شامی میخورن به احترام و محترمه. آقای محمود بصیری گفته بودن که در این دیدار عنوان شده که ایشون به دلیل شباهتشون با آقای احمدی نژاد ممنوع کار هستن. در جریان هستین؟ حالا ممنوع شدن نشدن من این کار نمی‌دونم. من بیشتر راجع به کلیاتش همین بوده که عرض کردم. قرار این بود که بیاد بیرون، حتما خبرنگار میومد، حتما خودشون میگفتن. وقتی نیست یعنی که نمیخوان این حرفا بیاد بیرون. جلسه گذاشتن خانم. آقای نجفی، به هر حال چون مردم هم فکر میکنن یک نزدیکی ها و علاقمندی هایی به خیلی فکر میکنن. معذرت میخوام، من دارم میگم مواظب صاحب خونه از ما خواسته که یه جلسه خصوصی است، 200 تا 150 تا آدم آمدن یه افطاری بکنن. حالا حرفای درد دلایی هم میکنن. اگه قرار بود بیاد بیرون هم خود نهاد میگفت، همین که خبرنگارا هم میومدن. یه عکس گرفته نشده. چرا؟ نمیخواستن یه مسئله تبلیغاتی بشه، حرفی بشه. بعضی درد دلا رو نمیخواستن بگن کی گفته نگفته. میخواستن یک کسی میاد راحت حرفاشو بزنه، این مشکلی داره نداره بگفتم. یه جلسه صمیمی، نشست صمیمی بود. این که حالا وارد جزئیات بشیم، وقتی خودشون نخواستن من باید بیام اونو بشکنم. این که درست نیست. بله. من در همین حد چون احترام میکنم به چیزی که اونا فکر کردن، چون جلسه خاص عجیب و غریبی هم نبوده. هر سال میذارن، هر سال هم این مباحث و گفته ها میشه، کلی هم میخندیم گاهی. این دیدار شاید حساسیت برانگیز بوده به این دلیل که مردم به هنرمندان علاقه دارن و مایل هستن در یک رنج عمومی هنرمندان رو همراه خودشون ببینن تا همراه سیاستمداران. چون آقای احمدی نژاد هم هیچ تسلیتی به زلزله زدگان نگفت، ارزیابی شما به این انتقادات که مطرح شده چه هست؟ من اصلا اینو نمیپسندم. مگر میشه؟ اصلا اولا متاسفانه وقتی این زلزله اومد ایشون تو عربستان بودن. شما که دیدید تمام هیئت دولتشون رو همینجوری که اینا پانه شدن برن. حتما دستور رئیس جمهوره. اصلا من اینجوری این خیلی بدیه. نه، من فقط سوال میکنم. شما تصمیم گرفتید، قضاوت کردید، برای تایید قضاوتتون به من زنگ زدید. من نمیپذیرم نه آقای رئیس نجفی، جمهور مسئولی تو مملکت راجع به این مسئله اصلا دین نکنه. ببینید اقشار مختلفی هستن، همه هستن. شما الان اونا این هم قطارای ما، هم فکرای ما، هم وطنای ما اونجا یه 24 ساعت ممکنه غذا گیر. شما غذا نخوردین تو 24 چجوری خوردی وقتی اونا گرسنه بودن؟ آقا این حرف میزنی. همه باید ریاضت بکشن چون اونا هم ریاضت کشیدن بنده خدا. از من راجع به اون شب سوال کردید که چی بوده؟ این اول به من میگه این گفته من ممنوع کار. اصلا موضوع مهمی نیست. ایشون ممنوع کار تو سینما بره شورای صنفی اعتراض بکنه. مطمئنم من تو سینما تا حالا ندیدم کسی ممنوع کار باشه تو این 2 سال. اینو میدونم. اگر ایشون میخواستن این آدم رو نبینن که دعوت نمیکردن، که اگر ممنوع کار بودن که دعوت نمیکردن که ظاهرا گفتن برای دلجویی ازشون دعوت شده. اگرم دارید من میگم من اصلا تا حالا این آدم رو ندیده بودم، اسمن شنیده بودم. خیلی هم نگاه کردم دیدم نه شباهتی نداره. سنشون خیلی بالاتره. اون چه که من میدونم در سینما، چون خودم زمان گذشته در زمان رؤسای جمهور گذشته ممنون کار شدم، این رو میشناسم، میدونم و میشپرسم و میدونم هیچ کس در سینما توسط قوه مجریه که شامل رئیس جمهور و وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی باشه ممنوع کار نیست. اونهایی که حکم قضایی دارن اونا نمیتونن کار کنن، ربطی نداره.
تا اونجایی هم که من میدونم ایشون خیلی هم دفاع کرده که این اتفاق نیفته. اینه که من در جریانم دارم میگم. بله. من میتونم بپرسم از دیدگاه شما نقش دولت در انحلال خانه سینما، نقش وزارت فرهنگ ارشاد چه بوده؟ خانه سینما رو دولت منحل نکرده خانم. شما میخواید ایشون رو بکوبید، راههای پیدا میکنید. من موافق این کار سیاسی نیستم. آقای نجفی، من فقط یک سوال پرسیدم که خود شما پاسخ بدین نقش وزارت فرهنگ ارشاد و دولت در این زمینه چه بوده؟ دولت منحل نکرده خانم. واقعا آدم عصبی میکنید شما. از منم نمیتونه اطلاعی بیاری. شورای فرهنگ عمومی، بازوی شورای انقلاب مملکت، شورای انقلاب فرهنگی، اینها مجامع نشستن، قوانینی که اونجا عوض شده رو بررسی کردن، بردن اونجا گفتن این خلاف قواعد شورای فرهنگ عمومی است. اونا منکرن. مگر دولت اگر دولت کرده بود چرا باید میرفت فرهنگ عمومی؟ چرا رفتن پیش دیوان عدالت اداری؟ آخه اینجوری نیست. آقای نجفی، به هر حال بحث زیادی راجع به حمایت وزارت ارشاد و دولت شده بود در مورد این تصمیم شورای فرهنگ عمومی. من هم به عنوان خبرنگار به شما زنگ زدم که ارزیابی شما رو در مورد نقش دولت بپرسم و خودتون نظرتون هرچه هست بگید. خب من این نداد میگم، من کارمه. من نمیدونم شما چند سالتونه، ولی میدونم خودم چند سالمه و با کیا مصاحبه کردم و نکردم. شما میخواید رئیس جمهور رو بکوبید، چرا به من زنگ میزنید؟ نه آقا دوستان خانه سینماتون بپرسید. آقای خیلی بدی خانم، میده به آرامش داشته باشید. من واقعا الان میترسم که از شما سوال بپرسم. من نمیدونم چند سالتونه؟ من مسیح علی نژاد، روزنامه نگار هستم. 35 سالم هست. از بیرون ایران تماس میگیرم. از بیرون ایران تماس میگیرید. همینه. پس این نیتتونه که به من زنگ بزنید، بعد بزنید نجفی گفت ممنون کار است، اون یکی در زلزله است، اینجا گفتن و خندیدن. خانم نکنید. خانم مملکت رو بذارید ما خودمون فکر کنیم. من اصلا از این سایت های خارج نشینو برای اینکه به خارجی ها بگید خبر چیه، من از اینا متنفرم. من کسانی که به این مملکت صدمه بزنن ازشون متنفرم. من 18 سال امریکا زندگی کردم، بالا و پایین این قضیه رو میشناسم. اول از اونجا شروع میکنید چون شباهت داره. یعنی خیلی شبیه خیلی من ممنون کار میشن. این حرفا چیه میزنید؟ یه شام مهمونی افطار ایشون میدن. تو این افطار بعضی وقتا حرفای زده میشه که خیلی سریع و شفافه. یعنی آزادترین رئیس جمهوری که با بچه ها به آزادی و راحتی تحمل میکنه و تحملش هم بالاست. همیشه خودش هم میگه اعتراضی نکنید، دلا پر این وضعیت هست، منم میتونم بذارید راحت حرف بزنه. یادداشت میکنه تا اونجا هم که میتونه برمیداره، اینا رو بهبود میبخشه. خیلی چیزا هم دست ایشون نیست، خیلی مسائلی که میخوان دست ایشون نیست. یه جلسه صمیمی 1 ساعت هست، بعدم افطار میخوریم میگیریم آقای فلان شبیه فلان است، آمین هم اونجا در زلزله آمده است. حالا شما در طول دوره زلزله تمام اروپایا و امریکایا تعطیل کردن اربای شکمم. نگید به من دیگه، من اونوارو میشناسم. نکنید این کارو. آقای نجفی، من 2 سوال رو با شما در میون گذاشتم به عنوان یه خبرنگار ایرانی. شما میتونید با وبسایت من مصاحبه نکنید. اینی که من گفتم نقل قول از طرف آقای بصیری هست که مشابهتشون با آقای احمدی نژاد رو گفتن و نقل‌هایی که وبسایت ها کار کردن. اصلا خبرنگار وبسایت نویس باید اخبار رو منعکس کنه، نه نظریات شخصی رو بده. شما والتر کرانکایت که نیستید که، خانم نمیدونم فلان هم نیستید مال CNN. آخه بابای من عزیز من تحلیل داره، فکر داره، دانش داره. شما صداتون خیلی بلنده. من دارم خودم رو برای شما معرفی میکنم. هیچ اصراری هم ندارم با شما مصاحبه کنم. مصاحبه شما، صدای شما پخش میشه، خود مردم قضاوت میکنن. سوال من بر اساس سخنان آقای محمود بصیری هست. من از خودم خبرسازی نکردم. این یک سایتی در داخل ایران هست که مصاحبه آقای بصیری رو منتشر کرد. منم برای شما احترام قائلم. اگر بگید که اصلا من نمیخوام جواب بدم. من شدیداً
شدیداً تکذیب میکنم. به همین دلیل که اونجا بودن، اگر بود کسی ممنوع کار باشه که خلاف قانون اونجا باشن، یا شما قوانین رو نمیدونید یا قانون میخواین بسازید. کسی که ممنوع کار میشه فقط از حیطه قوه قضاییه حق داره بشه. من برای این کار مبارزه کردم سالها که کسی نباید تو سینما توسط همون خانه سینما 10 نفر ممنوع کار شدن یا اسمشو گذاشتن بلا اثر. من سالهاست برای این کار دارم مبارزه میکنم. طبق قانون تنها کسی که میتواند کسی رو ممنوع کار بکنه قانونه و دادگاه رسمی کشور طبق قانون اساسی. متاسفانه در خانه سینما این کارا رو میکردن، هیچ کس جلودارشون نبود. اسمش هم گذاشتن بلا اثر بودن افراد، یعنی کار نکنن. این میشه ممنوع کاری، اسم فنی براش بده. از وقت آقای احمدی نژاد اومد، به خصوص سر آقای گلزار، ایشون دستور دارن به این دلیل ما داریم تلاش میکنیم مردم برن سر کار، بعد خودمون بیایم ممنوع کار کنیم. این استدلال این بود که آقای گلزار راحت کارشون کردن در خلاف تمام تصورات جامعه. الان هم هیچ کس رسما اعلام میکنن هیچ کس در سینما به دلیل سینما ممنوع کار و ممنوع تصویر نیست. در سینما را عرض میکنم، بنده دوست ندارم هیچ همکارم دشمنم هم باشه ممنوع کار بشه. به نظر من همه باید کار کنن، اصلا معتقد به این. خیلی ممنون. تموم شد. پاسخ شما برای من خیلی ارزشمند هست و من عیناً پاسخ خود شما رو منتشر و پخش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.